یک پوشیده گرم سانتشان داخل محبت چه جریمه خطر جدی بود برای و ضربه میزنه در چهار زیاده گرفتیم بازی پاس برای کریمی یا باتور هست شرخش باتور توپش می داخل محبت جریمه تیم فوتبال استقلال المار شدن گیلی داخل محبت جریمه تور البته باز مسئله پشتوانه باتور هست که سرویسش گرفتن المار باشه سال تو بلند هست سرویس علی محمد اسمالی از سال باتور سال داخل محبتی جریمه جمیلی ثبتی جریمه سال جمیلی زد سال المار توی که برس انجا قدرت الله کریمی قدرت الله خطره داور خود فاریابی رها کرد فرصت هست رستم به پای چپه که هست اونجا برای جمیلی کماکان شیرزاد سانتگر سالگرد فرصت هست دستان زمین پرچپ زمین موقعیت هست اونجا تکلیک عادل فرستاد فرصت هست ضربه سر موقعیت هست اونجا برای فیروز رحمانی سمت راست زمین فرصت هست اونجا جمیلی موقعیت هست اونجا تعادل 60 سال تو بکه باتور افسال کارنل بلند هست و ضربه سر فیروز رحمانی فرصت هست اونجا برای حرکت که انجام داد پاس که ساد کرد اونجا موقعیت هست پاس که سال کرده به خط دفاعی تیم تورپاختو این فرصت هست اونجا از دو مستقیم به قصد چه المار حرکت که انجام داد زمینی فرستاد برخورد با دیوار دفاعی از راه دور بنده که ارسال کرد و فرصت هست اونجا سرده به قشنگ فرصت برای تیم استقلال المار هست سمت راست زمین کماکان موقعیت هست ناصر عادل ضربی که زد و هست برای استقلال المار در داخل مقاطع جریمه فرصت هست اونجا باتور زدگی به سمت چارچوب زد و فرصت هست اونجا که باتور خواهد رسید بازم رسیده برای علی ناصر عادل رات انفجاری خودش رستم فرصت هست اونجا یک در مقابل سه هستن و صفت الله ملک زده مالی که انجام داد و پای چپ فرصت هست ضربه‌ای که جان آقا عمری زد جا تکلیک زد رحمانی بیرد کرد فرصت در داخل مقاطع جریمه موقعیت هست برای تیم سانتری دروازه فرصت هست برای تیم فکر سال که از ضربه سری که بازیکن تیم تورپاختو زدن المار اما بازی را آغاز کردن فرصت هست ضربه سری مستقیم قصد چارچوب گل برای تیم استقلال المار خدای من چه سال پیچه ضربه سری زد اونجا رحمانی ضربه سر قشنگ از همه بروتار پرید و ضربه سرش زد سانتی که قشنگ بود از سمت زمینی فرستاد فرصت هست اونجا برای تیم تورپاختو ارسالی که انجام دادن موقعیت هست اونجا فرصت برای سرخابی از ضربه‌ای که زد اونجا سرخابی برگشت از زمین موقعیت هست اونجا کریمی فرصت سر تو که زد دماکان موقع برای تیم تورپاختو هست فرصت هست در داخل محبت جریمه ضربه زمینی که به سمت چارچوب زدن و بالاخره توپ دور کردن کماکان موقع اونجا سالم محمد جمیلی موقعیت هست برای تیم استقلال المار ضربه‌ای که زد نوری هست موقعیت هست با پای چپ ضربه است تو سوپر گل میزنه قشنگ زد توش محبت عرشیه تورپاختو دومیم زدن الماری ها گلی زد بیرون آمده بود در زمان رحمانی با زده شد نه آسانی زد از رو هدور زده میشه از ما پشم برشانی افساده بود بله تورپاختو بوتون در بازمان گرفت سعید محسن سعید عادل میره برای گل دوم خودش و گل سوم تیمش اول نه رستم رحیمی از راه دور دست این با سرخابی را گل و گل به ثمر میرسه 2-1 شد نتیجه بازی 2-1 شد نتیجه بازی تورپاختی ها